یه نکته آموزشی خدمت عزیزان بگم، این مخزن الان در حالتیه که ما شیر مخزن رو باز میکنیم، هیچ آبی خروج پیدا نمیکنه ولی مخزن پر از آبه. خب توی این حالت دو تا پیش بینی ما میتونیم بکنیم. یکی این که مخزن خراب شده و به اصطلاح دوم این که مخزن هوای لازم درش قرار نداره و به اصطلاح تحت فشار نیست. خب برای این کار ما به این شکل عمل میکنیم که این سوپاپی رو که میبینید تهه، این رو ما فشار میدیم. اگر آب از این قسمت اومد بیرون که مخزن خرابه، اگر آب نیومد بیرون و یا هوا اومد یا به اصطلاح آب خروج نکرد، ما متوجه میشیم که فشار مخزن کمه و باید هوا توش تزریق کنیم. برای این کار شما حتما نسبت به خروج سوپاپ هوا با آچار مخصوص اقدام کنید. خب میبینید که الان سولفاته شده، یعنی هرچی هم هوا بزنید این احتمال که هوا خارج بشه وجود داره. شما این سوپاپ رو با سوپاپ جدید جایگزین میکنید. سوپاپ نو و تازه است و اون رو به اصطلاح سفت میکنید با آچار مخصوص به خودش و شروع میکنید به هوادهی. یه مقدار هوا باید درونش تزریق بکنید تا آب درون مخزن خالی بشه و بعد از اون در حالتی که این شیر بازه، این شیر رو نباید ببندید، این شیر باید باز باشه. در اون حالت پس از خروج کامل آب اضافه مخزن بین 5 تا 7 واحد PSI هوادهی میکنید و به راحتی استفاده میکنید.